سلام دوستان عزیز. در بحث دفاع شخصی موضوع اول گارد هستش. گارد یعنی حالتی آماده برای دفاع و حمله که در دفاع شخصی کف دست‌ها باز و دست‌ها از آرنج با زاویه بسته در کنار صورت قرار میگیرند برای هم اعمال دفاع و همینطور اعمال ضربات. و از طرفی هم ضربات ما در دفاع شخصی فقط با مشت نیستند، چون و هم با کف دست و تیغه های دست بسیار استفاده میشن در حالات مختلف. و از طرفی هم دفاع که از همون حالت گارد ما میتونیم دفاع رو بهتر اعمال کنیم. و نکته مهم دیگه در دفاع کردن قدم گذاری ها و در واقع جابجایی پاها هستش که به عنوان جا خالی محسوب میشه. و از طرفی هم این حرکت قدم گذاری و جا خالی باعث تخلیه نیروی حریف در اعمال ضربات و فرصت مناسب برای اعمال ضربات هستش. نکته بعدی بحث کانست و قفل هستش که به عبارت مهار حریف در واقع گفته میشه. ما با اعمال فشار بر خلاف جهت مفاصل آرنج دست و تمام مفاصل به طور کلی میتونیم حریف رو مهار کرده و در اختیار بگیریم. انجام در واقع این فنون هم صرفا فقط با نیروی دست انجام شدنی نیست و نیاز به یک حرکت حساس و در واقع نکته‌ای داره که اونم گام گذاری و باز هم قدم گذاشتن در زوایای مناسب در راستای اعمال فشار هستش که باعث اجرایی شدن این فنون در حالت نابرابر و نامساوی هستش. در حالت باز هم همینطور که مشاهده می‌کنید در واقع قفل مفصل یا اعمال فشار در مفصل برای مهار کردن حریف است. یکی دیگه از در واقع تکنیک های قفل کتف هستش در قفل مفاصل که با چرخش بدن، نه فقط چرخش دست به دور بازوی فرد مهاجم و حریف که یقه یا گردن شما رو گرفته و اعمال فشار در واقع به سمت پایین هستش در هر دو جهت، چه از داخل به بیرون و چه از بیرون به داخل، با تمام بدن یعنی اندام کتف و بدن خودتون در دور بازوی فرد در واقع قرار میدین و اعمال فشار میکنید. یکی دیگه از ضربات و حرکات و تکنیک ها مچ دست هستش که در درگیری خیابانی زیاد استفاده میشه. با کشیدن دست شما بلافاصله باید اقدام به چرخیدن و از در واقع عقب با آرنج دست ضربه را اعمال کردن. خدمتتون شد که آرنج ها در دفاع شخصی در شرایط در واقع به خصوص نزدیک با مهاجم بسیار کاربردی هستند و در صورتی که ما از نیروی آرنج صرفاً استفاده کنیم که استخوان بسیار سفت و محکمی هستش، نیرو تا حدی هستش. ولی اگر همین در واقع تکنیک ضربه آرنج رو با دست مقابل در واقع دست عامل ضربه رو بکشیم و همینطور اعمال ضربه کنیم، نیرو دوچندان خواهد شد و از طرفی هم میتونیم قابلیت اعمال ضربه دوبل و معکوس رو به صورت متوالی خواهیم داشت. یکی از ضربات بسیار مهم و در واقع تکنیک های بسیار کاربردی ضربه پا در نقطه روی مفصل زانو هستش که هم از طرفی باعث عدم تعادل و از طرفی هم اعمال درد شدید در فرد و زمینگیر کردن و از پا در آوردن مهاجم خواهد شد. این ضربه رو باید با کف پا یا سینه پا در واقع اعمال کرد و یکی از حرکات و تکنیک های بسیار کاربردی در دفاع شخصی به خصوص هست در مقابل حریف های قدرتر و قوی‌تر. ضربات پای ما عموما فقط به روی زانو هستش در دفاع شخصی. تنها ضربه ما ضربه پای که عموما استفاده میکنیم ضربه پای مستقیم هستش که به سمت سینه پای حریف پرتاب میشه. همینطور ضربه زانو در واقع از بغل و اطراف هم میتونیم ما این ضربه را به زانوی حریف در واقع اعمال کنیم که باعث ایجاد درد و آسیب جدی به فرد خواهد شد و باعث زمینگیر شدن حریف خواهد شد.
یکی دیگه از ضربات دیگه به نقطه حساس و آسیب پذیر اندام تناسلی هستش که با ضربه باز و کشیده پا به سمت در واقع این اندام ضربه رو اعمال میکنیم که بسیار کاربردی هستش در دفاع شخصی و شرایط نزاع و درگیری به خصوص. یکی از نکات مهم در اعمال ضربات در دفاع شخصی اعمال ضربه با نیروی بدن هستش، به این شکل که باید با چرخش پاشنه پا اعمال نیرو کنیم از در واقع کمر با چرخش لگن و نیروی بدن و وزن رو در واقع اضافه کنیم به نیروی مشت و همون عامل ضربه که بسیار مهم و کلیدی هستش. بحث قدرت و در واقع نیروی بیشتر برای اعمال، چرا که ما در دفاع شخصی چیزی به عنوان در واقع مبارزه به شکل مساوی و در حالت مساوات نداریم، چه بسا که حریفای شما بسیار قدرتر و قویتر و هیکلمندتر باشن و همین خاطر باید نیرو رو ما به هر شکلی که هست دوچندان کنیم و در واقع ضربمون و ضرباتمون به صورت مؤثر اعمال بشن. ضربه مؤثر ضربه‌ای است که نیرو رو از زمین گرفته و با اضافه کردن نیرو از طریق چرخش کمر و لگن پا و پاشنه پا وزن و نیروی بدن رو اعمال میکنیم روی ضربه در زاویه مناسب، در واقع به نقطه حساس و آسیب پذیر بدن فرد و مهاجم اعمال میکنیم. نقطه اصابت مشت‌ها به بدن فرد مهاجم برای اینکه در زاویه مناسب قرار بگیرن دو تا سیکل بالا و اول هستن که اگر در واقع هدف اعمال این دو نقطه به در واقع هدف باشه، ما به طور کلی ضربمون در زاویه مناسبی اعمال خواهد شد و باعث آسیب آرنج و در واقع مچمون نمیشه. یکی از ضربات مهم دیگه ضربه کف دست هستش که این کف دست هم به صورت کنترل و مهار حریف از طریق بینی فرد که یک نقطه عصبی هستش و همینطور از طریق ضربه مستقیم به چانه فرد مهاجم میتونیم باعث در واقع آسیب و زمینگیر کردن فرد بشیم. تمام ضربات و حرکات ما در حالت در واقع گارد هستن، از شرایط گارد اعمال میشن. تمام در واقع ضرباتمون که اعمال میکنیم از طریق دست، چه کف دست، چه مشت ها، چه هوک و ضربات پا هم حتی به این شکل هستش که با نیروی بدن و از در واقع از همون شرایط گارد و در واقع دست ها در کنار صورت اعمال میشن. نکته مهم فقط اعمال نیروی بدن و اضافه کردن نیرو و وزن بدن هستش به روی ضربات. نکته مهمی که باید فراموش نکنیم این هستش که ما با کانسل کردن و قفل مفصل در واقع نمیتونیم به یک مبارزه و تهاجم یک فرد مهاجم پایان بدیم. عموما چیزی که در واقع باعث پایان دادن و اتمام کار و همینطور نتیجه گرفتن هستش در مبارزه، این ضربات هستن که تمام کننده کار هستن. ما با مهار و قفل مفصل عموما قادر هستیم فقط رهاسازی کنیم بدنمون رو و انداممون رو که در واقع قفل و مهار حریف قرار گیرن، ولی چیزی که عاملی که باعث در واقع زمین گیر کردن و نتیجه گرفتن در مبارزه هستش، این ضربات هستن که باعث این موضوع هستن. و یکی از ضربات بسیار مهم همینطور که شد تیغه دست هستش. تیغه داخلی دست به نقاط حساس و آسیب پذیر در روی گردن، در سیب گلو و همینطور اعمال فشار در قسمت نرمینه. ضربه مستقیم قسمت داخلی دست به قسمت سیب گلو روی گردن بسیار ضربه در واقع آسیب زننده و از پا درآورنده و تمام کننده هستش در حریفایی که به خصوص دارای قدرت بدنی بالاتر و در واقع اندام درشتری هستند.
و همینطور اعمال فشار به قسمت نرمینی زیر سیب گلو و روی گردن باعث در واقع نجات و رهاسازی ما میتونه باشه در شرایطی که حریف مسلط بر ما هستش. در دو طرف گردن هم همینطور نقاط عصبی تمپرال گوش و نقطه واک در زیر گوش روی گردن نقاطی هستن که با اعمال ضربه سریع و شدید باعث شوک عصبی که نهایتا منجر به بیهوشی موقت یا بیهوشی کامل فرد خواهند شد. و همینطور نقاط دیگر آسیب پذیر و حساس که با شناخت آناتومی بدن به دست میاد که بسیار مهم و در واقع کلیدی هستش در بحث دفاع شخصی، به خصوص روی صورت، در روی از چشم ها شروع میشه در واقع که با ضربه جب، یعنی با پنجه دست، انگشتان دست به صورت باز عموما اعمال خواهد شد و باعث از بین بردن دید و کور کردن حریف خواهد شد در شرایط مبارزه. و نقاط دیگه‌ای که آسیب پذیر و در واقع حساس هستن در روی صورت، ضربه به دو طرف لب‌ها روی صورت و همینطور زیر بینی و روی چانه و همینطور فک با اعمال ضربات مؤثر و سنگین و سرعتی به این نقاط باعث رفلکس طبیعی بدن به صورت بیهوشی دائم یا موقت خواهد شد.